یادی ما مثلا که شدن صبر داشت کاری ماشاءالله آقای نزدیک هستم صابر برو گازشو بگیر چطوری؟ خوبین؟ چی خبر؟ سمت طبیعت روستای شیزن بله که یکی از روستاهای نزدیک مشهد ریزه است و هوا یکم ابریه ولی خب آفتاب هم هست. حس و حالتون چیه الان آقای قربان؟ فعلا نزدیک چراپند این است داره بعد گفتن که جلوترمون یک آبشار قشنگه بریم آبشاره رو ببینیم. الان داریم مسیر رو ادامه بدیم برسیم به اون آبشاری که محلی ها اینجا گفتن آبشار رو بقیه‌اش آقای اسداللهی میخوان ادامه بدن. عمو جان جگر عمو آقای اسداللهی منظر لذت میبریم، منظره بکر و دست نخورده ایه. بله انشالله که این جای قشنگ بریم